بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب تعليقات على الأصول الستة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ نقرأ ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وقال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يعني أصل دوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى می‌فرماید اصل دوم الله در دین جمع شدن را امر فرمود و پراکندگی در آن چیکار کرد؟ منع کرد. یعنی منع کرد که نباید که در دین ما چی شویم یا که چی کنیم؟ پراکنده بشویم. الله آن را چنان بیانی نهایی کرد که آن را عوام ها میفهمند و ما را از تشبه به کسانی که قبل از ما پراکنده شدند و اختلاف کردند و در نتیجه هلاک شدند منع کرد. و ذکر انه امر المسلمین بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. و ذکر کرد که او مسلمانان را به جمع شدن در دین امر فرمود و آنها را از پراکندگی در آن منع کرد و روشنی آن را آن سنتی که در مورد آن وارد شده است از تعجب سخت علاوه می کند. سپس کار به آن رسید که در اصول و فروع دین پراکنده شدن همان علم و فقه در دین شد و کار به آن رسید که در دین جمع شدن را جز زندیق و دیوانه کسی نمیگوید. اذن وقال الشارح رحمه الله تعالى: لقد قرن الله عز وجل الأمر بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه بالعبادة. وكان الله سبحانه و تعالی در دین جمع شدن را امر فرمود. هم خلاص در دین جمع شدن را امر فرمود و همین امر را قرنه نزدیک کرد. با چی؟ و عدم التفرق فیه، و در دین پراکنده نشدن را چیکار کرد؟ نزدیک کرده، ذکر کرد. با چی نزدیک کرد اینا را؟ بالعبادتی. با چی؟ با عبادت. یعنی الله سبحانه و تعالی امر کرده است که ما باید که در دین جمع شویم و پراکنده نشوید گفت. یعنی در دین جمع شوید گفت، پراکنده نشوید گفت، و گفت که دین همین است، عبادت همین است. مفهوم؟ و هو من العباده. مادامی که در دین جمع شدن الله امر فرموده باشد و پراکندگی در دین را الله منع کرده باشد و این امر و نهی را الله تعالی به عبادت یک جایه نزدیک کرده، ذکر کردنش چیره دلالت میکند؟ دلالت آن میکند که این هم چی بوده است؟ عبادت است. یعنی در دین جمع شدن هم عبادت بوده است و تلاش و کوشش آن کردن که نباید که ما در دین چیکار کنیم؟ در عقیده اختلاف کنیم.
هم خلاص. و هو من العباده، معلومه شد که این هم چی بوده است؟ عبادت بوده است. فقال جل من قائل، الله عز وجل چنین میفرماید که ان هذه امتكم امه واحده، به درستی این امتی شما یک تا امت است. ای معنای این تفسیرش میشه دینکم دین واحد، دین شما یک تا دین است. فی جمیع الملل، در تمام ملت ها. و یعنی به توحید، چرا در نظر دارد؟ توحید یعنی که این خیلی نمیشود که توحید در نزد اهل سنت و جماعت دیگر باشد، در نزد شیعه دیگر باشد، در نزد دیگر فرقه ها دیگر باشد. توحید یک خیل است، دین یک توست. اما خیل است. و انا ربکم، من پروردگار شما هستم، میگوید الله تعالی. اما خیل است. دوامش میگه که فاعبدونی، مرا عبادت کنید. دیدید در اینجا الله سبحانه و تعالی امر فرموده است در این آیه کریمه به جمع شدن در دین و من کرده است که پراکنده نشود. چون هر جا که امر اومد معناش اون میشه که پراکنده نشود، یا هر جا که امر به اجتماع اومد این با چی معنا میده؟ در نوبت خود میشه که پراکنده نشود. وقتی که الله تعالی گفت که جمع شود یعنی پراکنده نشود هم هست درنی. هم خلاص. وقتی که گفت بر اسمان الله چنگ بزنید، یعنی به قرآن و سنت چنگ بزنید، این در عین حال با چی معنا میدهد؟ به غیر قرآن و سنت دیگه به دین و دیگه آیین ها چنگ نزنید گفتگی میشه. هم خلاصه. وقتی که امر اومد که به سنت پیغمبر علیه السلام چنگ بزنید، میشد است که بدعت نکنید. هم خلاص. انا همین سخن پروردگار گرفتن به این عمل کردن، اینم چی بوده است؟ هو من العباده، اینم از عبادت است. مردم میگه که در دین جمع شدن، در دین پراکنده نشدن این عبادت است. مردم عبادت دیگه چیز میفهمند. دیده که در اینجا الله تعالی قرن شیخ میفرماد، قرن نزدیک کرده ذکر با کلمه به لفظ فعبدونی، من عبادت کنه. معلوم میشه است که تا شما جمع نشوید در دین، تا متحد نشوید، شما الله را به طرز لازمه، به طور یعنی یا که به طرز چی که الله از شما طلب کرده است به خاطر جمع عبادت کردن نمیتونه. و فی الآیه الاخرى، در دیگر آیت الله تعالی میفرماید و انا ربکم فاتقون، من پروردگار شما هستم، از من تقوا بکنید. ای فخافون، از من بترسید. و مفاد هاتین الآیتین ما یلی، شیخ میفرماید که فایده های این دو آیت چنین میباشند. یعنی در پایان چیکار میکند؟ از این فایده، از این یک چند فایده ها چیکار میکند؟ ذکر میکند. هو ان المعبود هو الله، یکی از فایده ها از این است که، از این عبارت است که معبود الله است، یعنی اون ذاتی که سزاوار و لایق عبادت است هو الله، و الله است. فلا تجوز العباده لغیره، برای غیر الله عبادت جایز نیست. چون الله چی فرمود؟ گفت فاعبدونی، گفت. اما خلاص یک فایده. دوم وكذلك لا بد أن تكون الأمة واحدة مجتمعة على هذا الهدف. دوم فایده از این دو آیت این است که برای امت اسلام چی شدن؟ ان تكون الامه واحد، باید که امت اسلام یک تا شود، همه یک جای جمع بشود در اطراف این هدف. یعنی مراد از این هدف چیست؟ و هو وحدانیت المعبود، الله یکو یگانه را یکو یگانه قرار دادن است. و انه هو الله وحده لا شریک له، و الله یکو یگانه است، یگان شریک ندارد. انا موافق، یعنی که امت متفق و متحد بودنش معلوم می شود. اما خلاص. ووحدة الأمة بأن تكون الأمة واحدة آخذة من ربها عن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوامر والنواهي. وحدت امت، یک پارچگی امت از آن عبارت است که امت باید که یک تا باشد. امت باید که یک تا باشد. فهمیدید یفته؟ امت باید که یک تا باشد. و وحدت الامه بان تكون الامه واحد، یک تا باشد. با چی باشد صفت امت؟ آخذة من رب، از پروردگارش بگیرد.
از پروردگارش باید که امت بگیرد. النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی از طریق پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ هم امر و هم نهی را ما باید که از الله گیریم، هر امر و هم نهی را. و کدوم طریق؟ به طریق پیغمبر علیه الصلاه و السلام. تتلقى عنه اوامره و نواهیه بواسطه رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی امت میگیرد از پیغمبر علیه الصلاه و السلام یا که از الله حق سبحانه و تعالی میگیرد امر و نهی او را به واسطه رسولش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مما جاء فی الكتاب و سنت، از چیزایی که هم در کتاب آمده است و هم در سنت آمده است. فتعملوا بها، با امت به همون چیکار میکند؟ عمل میکند. ولهذا اخبر سبحانه وتعالى ان هذا الذي بينه لامه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو شرع كل الانبیاء والامم. برای خاطر این است که الله سبحانه و تعالی خبر داده است که هذا الذي بينه لامه محمد، اینه که برای امت محمد صلی الله علیه و بیان و روشنی انداخته است در قرآن، در حدیث. این شریعتی قانونی تمامی پیغمبران و امتان پیشین هم همین بود. و علی رأسهم اولو العزم، و بر سر اونها با پیغمبران اولو العزم، یعنی 5 پیغمبری اولو العزم است که خصوصا و حرام، یعنی که چنین شریعت، چنین وحدت، چنین یعنی که یک پارچگی و چنین چیز یعنی امر کرده شده بودن و حرام. كما قال جل من قائل، خلی که الله حق سبحانه و تعالی میفرماید شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. شرع ای بیان، الله تعالی بیان کرد. شرع و معنی اوضح، ایضاح کرد. و سن لکم، برای شما جاری کرد. چرا؟ من الدین، دین چیست؟ یعنی دین عمل است، دین عقیده است، دین یعنی گفتار است. ما وصا به، همان که امر فرموده بود نوح را، یعنی برای شما همان چیزی را که امر فرموده شده است در دین، چنانه که به نوح پیغمبر چی امر فرموده شده بود. والذی اوحینا الیک، و همان را که ما به تو وحی فرستانیدیم. و ما وصینا به ابراهیم، و همان را که به ابراهیم سفارش دادیم. و موسی و عیسی، و اینها هم. خب همون چیزی که ما به تو ای پیغمبر علیه السلام و به نوح و به ابراهیم و به موسی و عیسی وحی فرستانیدیم، از چی عبارت بود؟ چی کار باید کرد؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. فهمیدید؟ مراد از آن چی بود است؟ ان اقیموا الدین ای اعملوا به على ما شرع لكم. معنای اقیموا الدین همین میشه است که بدین دین را قایم نگه دارد، یعنی بدین عمل کنید و اون طرزی که شما را در شریعت نشان داده شده است. ولا تتفرقوا فیه، در دین یگان پراکنده و اختلاف نکنید. فاخبر انه وصى بذلك نوحا. الله سبحانه و تعالی خبر داده است که به همین یکم نوح را وصیت کرده بود که دین چیکار کند؟ قایم نگه دارد. اول الرسل، این نوح اولین رسولان است در روی زمین. و وصى به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این سفارش را به محمد صلی الله علیه و سلم نیز کرد. و هو آخر الرسل. نوح اگر اولی رسولان باشد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسولان است. در قول خود والذی اوحینا الیک، و همان را که ما به تو وحی فرستانیدیم. و وصى به ابراهیم و موسی و عیسی، و همچنین به ابراهیم و موسی و عیسی نیز سفارش داد. و هؤلاء الثلاثه هم الباقون من اولو العزم. این سه تای باقی از پیغمبران، از کدام پیغمبر هستند؟ از پیغمبران اولو العزم، یعنی پیغمبران صاحب اراده مستحکم. ابراهیم الخلیل، یعنی ابراهیم خلیل، و موسی الکلیم، موسی که الله با او صحبت کرد و او با الله صحبت کرد. و عیسی ابن مریم، و عیسی پسر مریم که روح الله است و کلمت و سخنی الله است. التي چنان سخنی که اون سخن را به مریم القا کرد، یعنی که کن گفت با او فکان به وجود آمد. فقوله ان اقیموا الدین، یعنی دین را قایم نگه دارید. ما گفتیم که
ان اقیموا الدین به معنی چی میشه؟ اعملوا به علی ما شرع لكم. معنی اقیموا الدین همین میشه، شما به دین عمل کنید به همان طرزی که در قانونهای شریعت در دین نشان داده شده است به شما. لله عز وجل، برای خاطر الله شده. ولا تتفرقوا فيه ای لا تختلفوا، در دین اختلاف نکنید. هذا امر بان يكون الدين لله، این امر از جانب پروردگار که دین باید که خاص برای الله باشد. تجتمع على ذلك الامه، باید که در همین اساس امت چی شود؟ جمع بشود. فان حصل في ذلك اختلاف، اگر مبادا در وقتی در دین چنگ زدن به دین عمل کردن یگون اختلاف روی دهد چی میشد؟ فلتكن العودة الى الله و رسوله، باید که مراجعت به الله و به پیغمبر او باشد. فهمیدید؟ یگون اختلاف کی شد باید که در وقت اختلاف و نزاع امت مراجعت به الله و مراجعت به پیغمبر او صلی الله علیه و آله و سلم بکند. فيما حصل فيه الاختلاف، در کدام چیزی که در اون مسئله اختلاف اگر روی دهد. چقدر که امروز پر اختلاف است، اما کسانی که به الله و پیغمبر مراجعت میکنند خیلی هم نادرند. و عندئذ يحل الاختلاف بما امر الله به في قوله، در آن همون حین اختلاف چی میشه؟ حل میشه. پرابلم چی میشه؟ حل میشه. در کدام حین؟ در حین مراجعت به الله و مراجعت به پیغمبر علیه الصلاه و السلام کردن به سبب یا که با آن امری که الله تعالی در سخن خود فرموده است. این سخن الله است که اگر شما مراجعت به پیغمبر و مراجعت به الله و پیغمبر بکنید مشکلی شما حل میشود. میفرماید که و مختلفتم فیه، در کدام چی مسئله که شما اختلاف کنید من شیء گفته شده است کدام چیزی که نباشه و ما تنازعتم فیه، اختلاف و تنازع هم معنی ده. فحكمه الى الله یعنی قضاؤه الى الله، یعنی حل این مسئله مراجعت یا که نگاه کردن این مسئله حکم این به الله است. باید که این به نزد الله بیاره که الله او را حلش کنه. این شما نمیتونید خسرانه یا که از فکر خود و فکر من گفته بعضی جمع میشن در بعضی پرابلمو چیکار میکنن؟ سه چهار به طور خودشون دونه ها رو جمع میکنن با هر یک از فکر خودش میگن به فکر من خیر کنیم نال میشد. و خیلی که مثال گیریم با مقابل تمام با مقابل ترور و با مقابل فحش و با مقابل دزدی و غارتگری همون جمع میشن. چیکار میکنن انسان ها؟ فکرها و قرارها میبرن. اینا قطعا حل کردن نمیتونن. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله سبحانه وتعالى با پیغمبر علیه الصلاه و السلام درس داده است، گفته است که ذلكم الله ربي، انا من الله پروردگار من است. علیه توکلت، من به او توکل کردم. ای اعتمدت و فوضت اموری، من به او اعتماد کردم، تکیه کردم و تمام کارم را به او سپاریدم. بعد از چنگ به سبب کردن، فهمیدید؟ بعد از یعنی اخذ سبب. و الیه انیب، به سوی او من ارجع، باز خواهم گشت، به سوی او باز میگردم. و فی قوله ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دیدید الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولو ردوه الى الرسول، اگر ایشان چیکار میکردن؟ ای سکتوا عنه، در همون مسئله اختلاف سکوت میکردن. حتی یفشیه رسول الله، تا پیغمبر خود او را اعلان کردن. یعنی هر یک خبری که شد بسیار آدم‌ها چیکار میکنن؟ تیز او را پهنش میکنن. باید که هر خبری که شما شنیدید سکوت کنید تا یعنی که اولو الامر و تا راهبرا خودشون شنیده انقشه به خلق نرسونن. شما اطراف شما باید که این کار نشود. اگر ایشان میگود او را به پیغمبر برمیگردانیدن و الی اولی الامر، به صاحبان علم، اولو الامر در اینجا به صاحبان علم برمیگردن از خودشان، لعلمه الذین یستنبطونه، یعنی البته وی را میدونستن کسانی که از او چیکار میکردن؟ معنای درست را اخراج میکردن، میبرآوردن. یعنی هر یک خبری که پهن میشود، من مثلا نگردم در تاجیکستان حجاب ها را کشیده گرفته ایستادن، ولی انت یگون کس نامده است نگفته خبر هم خیلی است. خب در تاجیکستان قدی کوچند داشته جوانان رو ریشاشون چیکار کرده ایستادن؟ تراشیده ایستادن، خبر. اما یگون کسی انق شنید دیگه نیست. باید که این خبرها را یعنی فریفته نشده با اولو الامر، با صاحبان علم سپاریم که کو بینیم
علم دارا چی میگن؟ الاقل یعنی طالب علما چی میگن؟ طالب علمایی که واقعا عقیده صحیح دارن که اینم از دهان میاد چی میگن؟ و یا هستن که استنبیتونه خلاصی گپ میبرن. ها؟ نعم. ولقد حض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاجتماع. واقعا پیغمبر علیه الصلاة والسلام با جمع شدن چیکار کرد؟ امر فرمود. حض استیزه کرد یعنی امر کرد. و عدم التفرق و امر کرد که نباید که پراکنده شود، بل انه قضى على كل اسباب التفرق والاختلاف. بلکه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام قضا یعنی نیست کرد، فهمیدید؟ یا که امر فرمود به مقابل تمامی کارهایی که باعث سبب پراکندگی و سبب نزاع و اختلاف میشه. یعنی هر کاری که باعث اختلاف است پیغمبر صلی الله علیه و سلم قضا او رو چیکار کرد؟ نیست کرد، همون کارو نکنید. ومن تأمل الأحكام الشرعية يجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تشريعاته التي تلقاها من ربه لم يدع سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف إلا وحسمه امتثالا لأمر الله حيث يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سخن زیبا گفت شیخ. میفرماید شیخ و من تأمل الاحکام الشرعیه، کسی که فکر و اندیشه بکند درباره چی؟ درباره حکمای شریعت، یجد میبیند که فکر کردگی میبیند، عقل دار و فراست دار و علم دار میبیند. کسی که عقل و فراست داشته فکر و تأمل کند در قانونهای شریعت میبیند که رسول صلی الله علیه و سلم در تمام قانونهایش که ویها را از پروردگارش گرفت یگان سبب را از سببها یعنی لم یدع نمانده است که وی باعث چی شود؟ اختلاف شود. یؤدی الی الاختلاف یعنی یگان سبب ماندگی نیست که انا ما بینیم که اگر هم گفتی پیغمبر کنیم به اختلاف و با کشمکش میان بیارد. اگر بینیم که در همون کار یگان یعنی اختلاف باشد الا حسم و پیغمبر صلی الله علیه و آله او را قطعش کرده، یعنی مقابلت او نشون داده برای خاطر اطاعت کردن فرمان الله حق سبحانه و تعالی آنجا که میفرماد واعتصموا. اون مثلا یکی از تشریعات پیغمبر علیه السلام همین آیت است که الله تعالی میفرماد که واعتصموا بحبل الله، شما بر اسمان الله چنگ بزنید، ای بالقرآن و بالسنه، با قرآن و سنت جمیعا تاکید از قرآن و سنت بیرون نشوید، ولا تفرقوا پراکنده نشوید. ای لا تأخذكم الفرق، پراکنده شدن چیه؟ یعنی فرقه ها شما را جدا نکنن. خیلی که مثلا در تاجیکستان همه مؤمنو همه یعنی همه مسلمانه، هم خیلی تاجیکستان همه 100% مسلمان است، دعوای مسلمانی میکنند. نشود که یگان فرقه آمده شما را چیکار کند؟ جدا کند. مثلا فرقه تبلیغ میگوید که باید که تبلیغی شویم، فرقه حزب تحریر میگوید که نباید که تحریر شویم، خلافت برپا کنیم. خب باید فرقه جهادیش میگوید یک چیز دیگه میگوید. همین چه برای من الله تعالی میفرماد که ولا تفرقوا، معناش میشه فرقه ها شما را جدا نکنند. انا برای خاطر اون که فرقه های گمراه حزب نهضت دیگر شما را پراکنده نکنه، باید که شما یک چیز یعنی که یا اقلا مقدمی علم توحید داشته باشید. انا در حزب داخل شدنشون، در گروه و در این فرقه ها داخل شدنشون از بس چیز از بحر چیز برای خاطر چی هست؟ برای خاطر اون است که هیچ چی ندارن آخر، برای خاطر اون که هیچ چی ندارن. وقال سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله تعالی میفرماد که به درستی راه راست من همین است، یعنی همین دینی که من برای شما دادم راه راست همینه. فاتبعوه، از همین رفتن گیرید، یعنی از همین راه بیرهن نشوید. ولا تتبعوا السبل، براهای گوناگون یعنی که نروید. الطرق المخالفه، یعنی گروهایی که مخالف قرآن و حدیث هستند، به اون گروه ها به اون راه ها نروید. چی میشه؟ فتفرق بكم عن سبیله، از راه اساسی شما را نگه می‌داره اینها. ای فتضلكم عن دینه، از دین حق الله شما را اینها چیکار میکنن؟ این فرقه ها گمراه میکنن. حزب نهضت گمراهتون میکنن، حزب مثلا گیریم چی تحریر شما را گمراه میکنن، جماعی تبلیغ اینا همه شما را گمراه میکنن. ذالکم وصاکم به،
انا همین است اون سفارشی که به شما داده می شود لعلکم تتقون، شاید شما احتیاط کنید از این، یعنی که فرقه ها که شما را مبادا بیرهن نزنانند، بیره نکنند. الی غیر ذلک من الآیات و دیگر آیات. و یزیده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب فی ذلك. دیدید با این علاوه میکند، روشنی این آیات ها را بار زیاد میکند اون سنتی که دایر به این آمدگی است. من العجب العجاب فی ذلك، بسیار از تعجب آورترین تعجب، یعنی یک تعجب در شما در تعجب میاندازه که با سنت این قرآن روشنی میاندازد. میگوید اقول شیخ میفرماید صاحب شرح الادله فی السنه، یعنی دلیل ها اگر از سنت گرفتنی شویم، منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله قول پیغمبر علیه الصلاه و السلام است، میفرماید که نظر الله امرا سمع مقالتی و فوعاها و حفظها و بلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. الله زیبا گرداند اون انسان را که از ما یک سخن میشنود و او را از بر میکند، از یادش میکند و چه خیلی شنید برده به دیگران میرساند. انا مشکلی ده همین است. به طورشون میشینند در صحبت شیخا، خب در صحبت مردم میشینند، بعد چیکار رفته به مردم درست فهمونده نمیتونن. اینجا گفته است که و بلغها، بسیار میگوید کسا هستن که فقه میشنوند، علم میگیرن، فرب حامل فقه، بسیار وقت همین خیلی میشود که علم برداشته گرفته میبرند و میرسونن به کسی که اون کس از او هم با چی؟ با فهم و با داناتر میشه. یعنی بسیار وقت میشود یه آدم علم اندک علم میگیرد، اما با کشور خود رفته این علم گرچنده که کم هم باشد که به چنان انسانهای برده میرساند که اون انسانها فهمیش و ادراکشون این هم چه؟ با قوت، یعنی که کارچلون است. بسیار استاذ هستن که بسیار ناطق نیست، برا نیست، علم دارده هم سوس کم میزنن. همون بوم میشود که بعضی شاگردان یاد میدهد، تعلیم میدهد که اون شاگردها گرچنده که علمشون از علم استاد هم کم باشد که همون کمه، یعنی چیکار کرده؟ برا کرده، بلیغ کرده، به مردم رسوندنی با یعنی که چی خصوصیت ها دارند. همین گفته شده است. ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم، یعنی سه خصلت است که به اینها قلب مسلمان، دل مسلمان فریب نمی کند. یعنی سه خصلت اگر در کسی باشد دل انسان یعنی فریفته نمیشد. اخلاص العمل لله، یعنی که در عمل اخلاص را رعایت کردن برای خاطر الله، یعنی برای خاطر الله هم عمل کردن، برای خاطر این و آن، این بیند و بیند و شنود نه. و مناصحت ائمه المسلمین، و نصیحت را رعایت کردن در برابر امام های مسلمان ها، یعنی راهبر مسلمان ها را در برابرشون نصیحت رعایت کردن. نصیحت رعایت کردن آن است که و یا را اطاعت کردن در غیر معصیت الله، با مقابل راهبر مسلمان ها نبرآمدن، با مقابل وها اگیتاسیا پروپاگاندا نبردن، همیشه در حقشون دعا کردن. همین اینها در مناصحه راهبری مسلمان ها داخل. در کسی که انمی خصلت باشد در پشت امام ها، راهبرها و برای دولت اگر دعای نکرده ایستاد، اگر قلب این انسان فریفته نمیشه. ولزوم جماعتهم، و لازم گرفتنی جماعی همون مسلمان ها، از جماعی مسلمان ها بیره نمیزن، یعنی که بیره نشود. این هم خصلتی خوب است، لازم گرفتنی جماعی مسلمان ها. فان الدعوه تحیط من ورائهم، دعوت چی اونها را از پسشون حمایه میکند، یعنی اونها را چی مراد از این یعنی که ویا کلمشون جمع میشود. این امام ترمذی از حدیث عبدالله بن مسعود روایت میکند و شیخ البانی درستش کرده. درست. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد، کسی به نزد شما بیاید که حالا اینکه کار شما، پرابلم شما، یعنی که پرابلم شما حل شدگی باشد، کارای شما جمع شدگی باشد در اطراف یک انسان. برای مثال میگم که یک کسی از بیرون بیاید، چخالی که همون طاهر یلداز تاجیکستان میدراید، یا که مثال گیریم یکون فرقه های افغان تاجیکستان میدراید، حالا اینکه امر شما در اطراف یک انسان جمع شدگی است، یعنی که شما را الله تعالی سرتون به راهبر آورده، خان نزد خود گنده های مهم، یعنی که کار دنیا آخرت رو پیش رفته شده است، یعنی که رئیس جمهور داره،
یک کس در آمده اکنون شما را خلل رساند، یرید ان یشق عصاکم، خواهد که عصای شما را شکند، معناش این چی؟ متحدی شما را ویران کند، صلح شما را ویران کند. دعوا میکنید کافران، این مسلمان نیست، قانونا این گفته میگیرد. او یفرق جماعتکم، یعنی یا که به اون معنا که جماعی شما را پراکنده کند، یعنی شما را به حزب و به گروه و به مجاهد و به این و اون جدا کند. فقتلوه، ورد چیکار به قتل رساند. حالا به قتل یعنی که یکون کس هنری به قتل رسوندن ندارد اینها را، یکم اقلا ایمان ندارد بیاد خبر کند که من یه آدمی بیگانه رو دیدم، من خیلی اگیتاس پروپاگاندا برده شده است. فهمیدید؟ انا من خیلی انسان ها داریم، ما شما همه خیلی مردمی ضعیف ایمان داریم که انسان های بیگانه، این انسان های بیگانه در آمده جماعی مسلمانان رو ویران کرده سکوت میکنند. خب و بعد از که همه جا رو که کشف کرد، همه جا رو که ویران کرد، همه جا رو یعنی ویران کرد و پرداخت، بعد چیکار میکنه؟ بعد ده حقارت کنه، ده داد و بایزنی و بعد کوچش گرفته، بعد طرف رسی گریز سر میکنه. و خودت دیدی، برای چی خبر نکردی؟ پیش راه گرد وقتی مایده بود فتنه. همه خیلی یک عجایب قصه دارن مردم. اول خبر حالی 25 دزد متهمی که همون گریختن از حبسخانه گریختن، خیلی تو ویا خبردار نیست مردم. چند کس ویا حال نون آب داده ایستاده است. حال چند کس ویا مهمانی ضیافت کرده ایستاده است، ویا هم درد دلشون رو گفتگیان. وای مردم چیه؟ کی آزار دیدگی نیست عملی سو پروکراتور ازجی. حالی ویا خود دو تا شده، یک دل یک جان شده، خوبشون کرده، کشتهشون ناز کرده. گفته ایستاده. وقتی که اکو دستور تاجیکستان بالا میبرن، همونا با خودشون پشیمون میشن. سبحان الله، اگه بی فراستی ایده باور مینه. نعم. فاقتلوه، اخرجه مسلم، حدیث مسلم بیاد من حدیث عرفجه بود باشه. از حدیث عرفجه ابن شريح رضی الله عنه. مهم یعنی حدیث هست. و منها حدیث یعنی اینا همشون چی؟ به جماعت، به جمع شدن، به اتحاد شدن، به متحد شدن دلالت میکنه حدیث هستن. و منها حدیث افترقت اليهود، از جمله حدیث مشهور این امت پیامبر علیه السلام فرمود که افترقت اليهود على 71 فرقه، یعنی که یهودی ها به 71 فرقه جدا شدن، پراکنده شدن. و افترقت النصارى على 72 فرقه، نصرانی ها باشن به 72 فرقه جدا شدن. و ستفترق هذه الامه على 73 فرقه، این امت یعنی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به 73 فرقه جدا می شوند. كلها في النار الا واحده، همشون یعنی که در آتش دوزخ غیر از یک تا فرقه اونها. قالوا من هي یا رسول الله، سوال کردن که رسول الله و کدام است که نجات میافتگی فرقه نجات یابنده؟ قال هم الذين على مثل ما انا عليه و اصحابي، اونها همون کسانی هستن که در آن صفت و در آن طرز هستن که من و صحابگانم امروز هستم. این از گفتمون، از گفتی صحابای من بیرون نمیرفتگی ها. مفهوم؟ أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الألباني في صحيح الجامع، حديث صحيح مسلم. نعم. قوله ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. بعد شیخ میفرماید صاحبی متن کار به این رسید که در اصول دین و در فروع دین پراکنده شدن این علم و این فقه شد در دین. خیلی گذاشتیم. و صار الاجتماع فی الدین لا یقول الا زندیق او مجنون. بعد کار به اون رسید که کسی در دین جمع شدن تشویقات و ترغیبات برای این چیز میگن، میگن این زندیق، میگن این دیوانه میگن. خب شیخ میفرماید صاحب شرح لعل مقصود المؤلف ما حصل بين المسلمين من الافتراق في اصول الدين و فروعه. شاید که مراد مقصد مؤلف از آن عبارت باشد اون اختلاف که در اصول دین و در فروع دین روی داد در بین مسلمانان، همین در نظر داشته، به همین سخن گفته باشد. شاید همین گفت در نظر داره که واقعا در زمان شیخ محمد بن وهاب مردم مسلمانان هم در اصول دین اختلاف ها میکردن، هم در فروع دین. خیلی که امروز فالافتراق في اصول الدين حصل كثيرا، در اصول دین بسیار روی دادگی است. فمن جهمیه الى اعتزال
الى قدریه الى مرجئه الى غیر ذلك، یعنی از همون جهمیه سر کرده تا معتزله ها تا قدریه تا مرجئه و غیر ذلك، حسابش نیست. و كذلك الافتراق في الفروع، همچنین افتراق در چی؟ پراکندگی با در فروع دین شد. فمن حنفية إلى مالكية إلى شافعية إلى حنابلة وظاهرية، یعنی که از حنفی سر کرده تا مالکی و تا شافعی تا حنبلی و ظاهری و غیره. و هذا الافتراق في الفقه الإسلامي لا يعد افتراقا، این در یعنی این اختلاف را، این پراکندگی را در فقه اسلامی و ایرا همچون پراکندگی حسابیده نمیشه. لا يعد افتراقا، این پراکندگی نمیگن. میشه یک از شافعی باشه یک از حنفی باشه، یعنی مشکلی نیست، مشکلی در دیگر چیزه. بل هو مجال لتنوع الافهام، بلکه این صاحبای مذهب و اینها یک مجا برای گوناگون بودن فهم ها، یعنی این امام این خیلی فهمیده است و امام این خیلی فهمیده است، یعنی این یعنی گوناگون بودن فهمیدن متن های شریعت است. و اختلافها فی المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، یعنی که امت اختلاف کردگی هستند در مسائلی که جایز اجتهاد کردن. وليس هذا بعیب، این عیب نیست، ولا نقص، این نقصان نیست، ولی که بفراست همین حنفی مذهبای ما چنان پستی بفراستی احمقن که میگوید که آخر مثال بگیریم این اختلاف های، مثال ابو حنیفه این خیلی فهمیده، شافعی این خیلی فهمیده، نبوید که تو با فهمی میره بی خلاص. ولكن العيب والنقص هو ترك الدليل لقول امام. بعد در چه در دنیا امام ها عیب هست یا نه؟ اساسا در مذهب داشتن این عیب نیست. عیب در چه؟ عیب در آن است که یک انسان از پس امام میرود دلیل امام نمیداند. مثلا حنفی هم ابو حنیفه هم خیلی گفتش میگه، خود در کجا گفته دلیلش چیه؟ نمیتونه گفته. انا می عیب در همین آدمه. هذا هو الذي يذم صاحبه، چنین کس را صاحبش چی؟ همین عمل را صاحبش تنقید کرده میشد و یلام و ملامت کرده میشد. ولعل المؤلف رحمه الله تعالی قصد الى هذا الاختلاف، شاید که مؤلف به همین اختلاف قصد و نیت کرده باشد. و ان كثيرا من اهل زمنه قد ذهبوا الى ان من ترك هذه المذاهب واخذ بالدليل اتهموه بما وصف المؤلف من الجنون والزندقه. و بسیار از اهل زمانی، یعنی مردم زمانی مؤلف، یعنی زمانی شیخ محمد بن الوهاب، همون مردم با چنان عقیده بودند که کسی اگر همین مذهبا را ترک بکند و به دلیل چنگ بزند او را اتهامش میکردن، او را تهمتش میکردن. کدام چی به چی تهمتش میکردن؟ به همون چیزی که به همون وصفی که مؤلف گفتگی است، یا دیوانش میگفتن یا چی زندقش میگفتن، زندقش میگفتن. زندقه چیه؟ هی عدم الاکتراث بالدین، یعنی که غمخوار نبودن به دین، و عدم المبالات به، بی‌پروا نسبت دین. والعیاذ بالله، الله خودش پناه داده باشد. و بالله التوفیق، الله خودش توفیق عطا بخشد. مفهوم؟ نعم، یعنی که این لغت گرفته است که همون کلمه زندقه قال فی القاموس خب از زندیق بالکسر من الثانویه او القائل بالنور والظلمه او من لا یؤمن بالآخرة و بالربوبیه. زندیق یعنی کسی میگن که بت پرست، یا که مثلا کسی که مثلا چی باری نور و ظلمت گم میزنه، یا که کسی میگن که ایمان نمیبره به روز آخر و به ربوبیت، او من یبطن الکفر و یظهر الایمان، در باطنش کفر دارد در بیرین گویا که خودش مؤمن میگیرد. سبحان الله، چقدر خیلی زندگی خوب بسیار عالی. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا.